تاندون شانه عضلات این ناحیه را به استخوان می‌چسباند. در صورت پاره شدن این تاندون‌ها شانه قدرت خود را از دست می‌دهد و درد شدیدی در این ناحیه ایجاد می‌شود. معمولاً به 2 دلیل عمده تاندون‌های شانه آسیب می‌بینند. اولین مورد وارد آمدن ضربه و آسیب به شانه و دیگری استفاده بیش از حد و کار کشیدن طولانی مدت از شانه است. همچنین با بلند کردن ناگهانی اجسام سنگین، زمینه برای آسیب دیدن یا حتی پاره شدن تاندون‌های شانه فراهم می‌شود. از علائم شایع پارگی تاندون می‌توان به مواردی که در ادامه ذکر می‌کنیم اشاره کرد. در هنگام چرخش شانه، مثلا هنگام شانه زدن مو یا هر عملی که نیاز به چرخش این ناحیه دارد. در حالت استراحت، به ویژه در هنگام خواب، طوری که گاهی میتواند سبب ایجاد اختلال در خواب فرد شود و احساس ضعف در دست و شانه. بسیاری از پارگی‌های جزئی یا عمقی که در تاندون‌ها به وجود می‌آیند، به مرور زمان و به آرامی اتفاق می‌افتند. این اتفاق به صورت طبیعی و با افزایش سن نیز رخ می‌دهد. اما اگر به پارگی جزئی آن اهمیت داده نشود، با تکرار همان حرکات آسیب زننده، این پارگی بدتر خواهد شد. با قطع و پاره شدن کامل تاندون، تنها عمل جراحی باز چاره‌ساز است. هرچه زودتر جهت ترمیم بافت آسیب دیده اقدام شود، میزان بهبودی سریعتر و بهتر است. با تمام اینها، انتخاب بهترین روش درمان بر عهده پزشک متخصص شما خواهد بود.